توی مترو که میخواین استانبول کارت رو شارژ بکنی، اول زبان رو انتخاب میتونیم میکنیم. از این قسمت زبان رو انتخاب بکنیم. انگلیسی. بعد استانبول کارت رو میذاریم اینجا. بعد اینجا موجودی رو اول میذاریم. موجودی رو بهمون نشون میده که شما چقدر موجودی دارید. 130 تله تقریبا. و خب الان میخوایم پول نقد کش بدیم و اینو شارژ بکنیم. از این پایین پول رو نمیدیم داخل. پول رو پس میزنه. یه بار دیگه میدیم. پول باید صاف باشه که قبول بکنه. ممکنه یه چند بار پول بده بیرون ولی در نهایت جهت پول مهمه اینجا. ببینید 200 تایی این جهت تجربه میگم. موقعی که میخواین 200 تایی رو بدید داخل، پشت از سمت پشت باید بدید. از سمت جلو بدید یعنی این به سمت پایین باید باشه. این قسمتش به سمت پایین باید باشه که قبول بکنید.